است در واقع تضایفی است بین یک کلیه مشاهده ناپذیر و یک قوه شناختی که این کلیه مشاهده ناپذیر متعلق اون قرار میگیره. یعنی از یک طرف ما از سطح در واقع صفات محسوس اشیا گذر کردیم به سمت صفات معقول، صفاتی که در مواجهه حسی با عالم در نمیاد، و از یک طرف هم با یک قوه شناختی مواجهیم که این قوه شناختی در نسبت با جهان فعال هست و طبیعتاً در پس در واقع آثار تجربی و محسوس جهان یک امری رو داره استنتاج میکنه. به همین خاطر هم هستش که قبلا خدمت شما عرض کردم این فصل سوم، یعنی فصل نیرو و فاهمه، فصل میانی هست بین دو موقف آگاهی و خودآگاهی که خب میدونید خودآگاهی برای اینها جنبه مقوم و فعال داره. خب این یه نکته بعدی این هستش که خب گفتیم پای مفهوم نیرو رو هگل به میان میکشه به این خاطر که میخواد بین کثرت و تفرد جمع بکنه یا بین تمایز و این همانی جمع بکنه. و گفتیم که نیرو در همون ظهور خودش گویی چی داره؟ گویی یک این همانی داره و یک تمایزی داره، از این جهت که نیرو همواره یک طرفینی داره. یعنی نیرو یه چیزیه که در این وحدت خودش بین دوتا ماده قرار میگیره. منتها اینو هم گفتم که نیرو در اون ظهور محسوس خودش تبدیل میشه به چی؟ نیروی محسوس تبدیل میشه به نیروهای کنش و واکنش و به تعبیر هگل تبدیل میشه به بازی مضاعف نیروها. بنابراین ما دنبال وحدتی بودیم، در حالی که میبینیم در این ظهور محسوس نیرو اون وحدتی که مد نظر ما بود به دست نمیاد. بنابراین اون چیزی که در واقع این فصل هست این هستش که ابتدا گرچه داریم از سطح کلیات محسوس، کلیات مشاهده پذیر به کلیات معقول میره، ولی اولا خود اون کلیه معقول رو به عنوان نیروی داده شده محسوس لحاظ میکنیم و بعد از این نیروی داده شده محسوس میریم به سمت حقیقت نیرو. یعنی چه؟ یعنی در واقع اون ذات معقول شی. از اینجا بعد فصل میره روی این که خود این ذات معقول شی رو باید چطور بفهمیم. این ذات معقول شی در ابتدا عنوان یک حقیقت فراجهانی، یعنی یک امری برای جهان محسوس مطرح میشه که گفتم اینو میتونیم بدونیم یک تصور افلاطونی از حقیقت شی تلقی بکنیم. تا اینجا روایت ما بود در جلسه گذشته، خواستم یادآوری بکنم، حالا وارد در واقع بحث جدید امروز بشیم. پس ببینید اینو در نظر داشته باشید. حالا این مفهوم رو ما مجددا بهش برمیگردیم، یعنی بارها تو ادبیات هگل تکرار میشه. که با امر بی‌واسطه‌ای مواجهیم. امر بی‌واسطه برای هگل معنای چی داره؟ معنای سلبی داره. یعنی امری که سلبش می‌کنیم، نفیش می‌کنیم، کنارش می‌گذاریم تا به وساطت این امر بی‌واسطه سلبی به چی برسیم؟ به یک امر با واسطه‌ای برسیم به عنوان حقیقت این امر بی‌واسطه. اینجا برای ما نیرو در دادگی محسوس خودش یک حقیقت بی‌واسطه چی محسوب میشه؟ سلبی محسوب میشه و آگاهی به اون قوه‌ای که قرار هست حقیقت اشیا رو درک کنه، که گفتیم آگاهی اینجا تبدیل میشه به یک قوه فعال در مواجهه با جهان. در مواجهه سلبی با امر محسوس، خب امر محسوس چیکار میکنه؟ در مواجهه سلبی با امر محسوس، امر فوق محسوس رو به عنوان یک امری غیر از در واقع امر محسوس و جدای از جهان محسوس وضع میکنه. هگل این حالا در واقع ادعایی که بهش نسبت دادیم در بند 144 کتاب پیدارشناسی به این شکل بیان میکنه. میگه در دل این حقیقت درونی همچون کلیه مطلق که تضاد میان کلیت و تفرد را تصویه کرده است و برای فاهمه ظهور کرده، یعنی اینجا داریم میرسیم به اون حقیقت بسیطی که در پس این جهان محسوس وجود داره، نخستین بار در ورای جهان محسوس همچون جهان مشهود، جهان محسوس همچون جهانی که چی مشاهده پذیر هست، جهان فوق محسوس را همچون جهان حقیقی میگوشه. یعنی این فاهمه
این رو درک کرده و این رو استنتاج کرده که ما حقیقت و ذات اشیاء رو نمیتونیم در این ظهور محسوس اونها درک بکنیم. حالا چه این ظهور محسوس رو مثل قبل این اوصاف مشاهده پذیر در نظر بگیریم، چه بازی متقابل نیروها که خودش چی هستش، یک امر محسوس است. پس باید از همه اینها گذر بکنیم. یعنی ورای و فرای این جهانی بودن گذرا، و ما دنبال امر گذرا که نیستیم، دنبال یه ذات ثابت بسیط هستیم. پس یعنی ورای و فرای این جهانی بودن گذرا یک امر ورای پایدار دیگر جهانی گشوده می شود. پس ما منتقل میشیم به چی؟ به این که در پس این جهان محسوس حقیقت در یک جهان فوق محسوسی تقرر داره. یعنی ما باید از سطح محسوس گذر بکنیم تا به سطح چی برسیم؟ تا به سطح جهان فوق محسوس برسیم. پس تا اینجا یه ادعای اجمالی به دست اومده. اون ادعای اجمالی این هستش که حقیقت رو نمیتونیم در سطح محسوس پیدا بکنیم، پس باید بریم به سطح فوق محسوس. اون این سطح فوق محسوس چیه؟ اگر تو بند 146 این مفهوم آن جهانی بودن جهان فوق محسوس یا آن جهانی بودن حقیقت و ذات جهان محسوس رو مورد بررسی قرار میده. و میگه برای آگاهی امر درونی یعنی چی؟ یعنی ذات این جهان محسوس، حقیقت جهان محسوس، اون چیزی که در پس و در درون این پدیدار قرار گرفته. برای آگاهی امر درونی امری فراست. چرا؟ زیرا آگاهی خود را در آن نمی‌یابد. امر درونی توهی است، زیرا تنها نفی پدیدار است و از حیث ایجابی یک کلی بسیط است. اینجوری که ما داریم به حقیقت جهان محسوس نگاه می‌کنیم، به این شیوه که داریم نگاه می‌کنیم، ما یه چیزی وجود داره در پس این جهان محسوس که حقیقت این جهان محسوس. چیزی میگیم چیه؟ میگیم این ورای در واقع این جهان محسوسه. بنابراین ورای این قوه ادراکی است که در واقع ما در مواجهه با جهان محسوس میتونیم بهش برسیم. بنابراین یک امری است که حتی ورای آگاهی هستش. یک امر درونیه چون هیچ تعیینی نداره، توهی است، زیرا تنها نفی پدیدار است و از حیث ایجابی کلی بسیط است. یعنی با این تلقی اولیه‌ای که از حقیقت جهان محسوس داریم، حقیقت جهان محسوس چیه؟ اینجا حقیقت جهان محسوس صرفاً یه چیزیه که در دسترس عقل نیست و نامحسوسه. خب این میشه امر توهی و فاقد تعیین. پس ببینید گویی با این دریافت از واقعیت و ذات امر محسوس در جهان فوق محسوس تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که ذات امر محسوس نامحسوس است. یعنی صرفاً چه یک دلالت سلبی توهی برای ما داره. اما تنها چیزی که میتونیم بگیم این هستش که این جهان نامحسوس است. خب یه چیزی رو نمیده. ما خواستیم برسیم به یه چیزی که در واقع متعلق قوه ادراکی ما واقع بشه و ذات اشیا در دسترس ما قرار بده. این صرفاً یک دلالت سلبی بر ما داره. این هم هستش که حقیقت امر محسوس نیست. خب این که کمکی به ما نمیکنه. اگر تو ادامه میگه این دریافت از حقیقت جهان نامحسوس معادله با اینه، دیگه فکر می‌کنم با توجه به این توضیحات روشن هست که چرا. معادله با این هست که بگیم ذات اشیا یک امر ناشناختنی است. پس وقتی ذات اشیا رو به عنوان یک امری ورای طور آگاهی لحاظ می‌کنیم، اون رو به یک امر غیر قابل شناخت تبدیل می‌کنیم. پس چی شد؟ در نگاه اول گفتیم ذات امر محسوس نامحسوسه. ولی این ذات امر نامحسوس رو در یک قلمروی قرار دادیم که اساساً چی شد؟ از دسترس شناخت خارج شد و بنابراین اون رو تبدیل کردیم به یک امر توهی و نامتعین. پس ما اولاً با یک دریافتی از شناخت مواجهیم که بر اساس دریافت‌های پیشین از شناخت در تاریخ حاصل شده. این تاریخی گفتیم این تاریخی که تو پیدایشناسی طی کردیم و بر اساس اون نباید نیرو رو به عنوان یک امر داده صرف، یعنی یک امر تجربی صرف تلقی بکنیم. یعنی نیرو رو نباید به اثر نیرو تقلیل بدیم. پس باید نیرو رو به عنوان مفهوم فاهمه محسوب کنیم. منتها اینکه بیایم حقیقت نیرو رو به عنوان یک امر فرامحسوس محسوب بکنیم، نباید خدمتتون عرض کنم که به گونه‌ای تفسیر بشه که چی؟ بگیم نیرو فاقد واقعیت و فاقد تعیینه و در واقع اساساً ناشناختنیه و بیگانه با جهان چی بشه؟ با جهان محسوس بشه. پس نیرو به عنوان ذات حقیقی اشیاء محسوس متعلق عقل میشه و اساساً در عالمی ورای دسترس عقل قرار نمیگیره. دیگه بعد از اینکه این تلقی افلاطونی ما بهش میگیم، حالا این تلقی افلاطونی میگن تلقی افلاطونی چون که ممکنه برگرده که خب ایده های افلاطون هم در دسترس عقل قرار دارن. ما اینجا وقتی میگیم مثلا تلقی ارسطویی، تلقی افلاطونی، تلقی دکارتی، الزاما دکارت خودش دکارتی نیست و افلاطون خودش هم افلاطون نیست. این تلقی که به طرز مشهوری به یک فیلسوف در تاریخ نسبت داده میشه به عنوان حالا مثلا فرض کنید مشهور. اینجا تلقی افلاطونی از نیرو مواجه میشیم، یعنی که حقیقت امر محسوس رو ببینیم در یک جهان نامحسوس که میگه خب این در واقع رو تبدیل میکنه به یک امر توهی فاقد تعیین. خب وقتی که این رو کنار میگذاره میگه پس حقیقت نیرو رو نباید اساساً از ظهور نیرو جدا بکنیم و بیگانه بکنیم. ادعای مکملش اینه که نیرو به عنوان حقیقت درونی اشیا همواره در پیوند با ظهور بیرونی شه. یعنی ببینید یه ظهور بیرونی داره، یه پدیدار نیرو داره، یه چیزی هم داریم که حقیقت این پدیداره. ببینید اینجا حالا مفسرین شاید خیلی به این اشاره نکرده باشن، ولی تو جای دیگه هگل شبیه این حرفو داره. هگل همواره در دوگانه بین افلاطون و ارسطو سمت ارسطو نیسته. اینجا یک موضع از این حیث ارسطویی داره، منتها از این جهت ارسطویی نمیشه، از این جهت که بلافاصله از این موضع به موضع کانت منتقل میشه. یعنی بلافاصله وقتی میگه
خدمتتون عرض کنم که این حقیقت نیرو نباید جدای از ظهور نیرو باشه. ممکنه ما تلقی ارسطویی از شی هم به ذهنمون برسه. منتها اون وقت برمیگره حقیقت نیرو چون در قالب مفهوم قانون بیان میکنه، این دیگه قابل بازگشت به اون در واقع دریافت ارسطویی نیست. ولی از این جهت که در مقابل افلاطون میگه به هر حال نباید حقیقت امر محسوس رو بیرون از جهان محسوس برد، بالاخره یک نگاه ارسطویی داره مطرح میشه، گرچه میگم یک نگاه تمام عیار ارسطویی محسوب نمیشه. چی میگه؟ میگه نباید نیرو رو جدای از ظهور بیرونی و پدیداریش تلقی کرد. یعنی نیرو نباید به عنوان امری ورای اشیاء محسوس تلقی بشه، بلکه نیرو، این مهمه، حقیقت درونی اشیاء محسوس هست که در اثرات اشیاء محسوس بروز و ظهور پیدا میکنه. بنابراین نیرو در یک پیوند گریز ناپذیر با ظهورات خودش قرار میگیره. یعنی ما نمیتونیم نیرو رو به طور کامل از ظهور نیرو چیکار بکنیم؟ منفک بکنیم. اگر نیرو به عنوان ذات شی تلقی میشه، این رو نباید به طور کامل از ظهور نیرو و اثر نیرو و پدیدار نیرو لحاظ بکنیم. در این حال باید بین امر مفهومی و اون چیزی هم که به عنوان امر محسوس تلقی میشه یک تمایزی هم قائل بشیم. اینجاست که هگل میاد تفکیکی رو بیان میکنه بین داس اینره و ارشاینی. ببینید شما نباید نیرو رو یک در واقع حقیقت نیرو رو به یک عالم افلاطونی، به یک عالم ورای عالم محسوس منتقل بکنید. شما باید اینو از طریق تفکیک بین اینره درونی اشیا و ارشاینی ظهور اشیا تبدیل کنید. یعنی شی که حقیقت درونی داره که این حقیقت خودش در همون شی در قالب ظهورات نیرو خودش رو نشون میده. پس ابتدا و در بیان این که حقیقت نیرو در مفهوم نیرو ورای ظهورات اون هست، با یک تلقی افلاطونی از نیرو مواجه هستیم. در این حالت از نظر هگل ذات نیرو تبدیل به یک امری ورای آگاهی و ناشناختنی میشه، اما هگل با همون انتقاداتی که گفتیم از این تحلیل افلاطونی فاصله میگیره و درونی اشیاء رو با یک تحلیل، حالا اینجا مهمه گفتن نباید بگیم ارسطویی، گرچه از این جهت که میخواد درونی اشیاء رو به یک جهان فوق محسوس نبره ارسطویی، ولی اون جایگزینی که داره جایگزین کانتیه. درونی اشیاء رو با یک تحلیل کانتی جایگزین میکنه. یعنی از اینجا به بعد ما با در واقع یک تلقی کانتی از حقیقت اشیا مواجهیم. خب می‌دونید در تلقی کانتی از حقیقت اشیا با مفهوم صور نوعیه مواجه نیستیم، بلکه در تلقی کانتی از اشیا جهان زیر چی بیان میشه؟ زیر قانون. ببینید تلقی کانتی از جهان همون تلقی نیوتنی از جهان هست. ما در تلقی کانتی نیوتنی از جهان رو زیر قانون داریم میشناسیم. این قانون‌های فیزیک هستش که داره حقیقت جهان رو برای ما بیان می‌کنه. ببینید یه نکته خیلی مهمی وجود داره. این در ادامه بحث خیلی هم به کار ما میاد. ببینید ابژه ایدئال برای کانت در واقع ابژه جهان نیوتنه که زیر مفهوم ماده و نیرو و قوانین فیزیک متعین میشه، در حالی که برای هگل ابژه ایدئال ابژه در واقع جهان فیزیک نیست. پس دقت داشته باشید حالا جدای از اینکه ابژه ایدئال برای کانت چه برای هگل چیه، اینجا ما با نگرش کانتی به عالم مواجهیم. در نگرش کانتی به عالم زیر مفهوم چه قرار میگیره؟ قانون قرار میگیره و حقیقت اشیا و ذات اشیا، این چیزی که در اون جهان پدیداری داریم تلقی میکنیم از طریق قانون‌هایی که در جهان کشف میکنیم داره بیان میشه. و خب این رو حالا شاید ما کمتر تو بحث کانت دیدیم. کانت بحثی داره تحت عنوان آنالوژی های اکسپریانس، تشابهات تجربه، که اونجا یک قانونمندی های عامی رو برای جهان بیان میکنه، از جمله اینکه باید در پس هر جوهری عرضی باشه و خدمتتون عرض کنم که هر علتی معلول داشته باشه و اینها، که میخواد کل شمای قانونمندی جهان رو زیر این سه تا قانون و این سه تا در واقع تشابه تجربه قرار بده. حالا تو بحث تشابهات تجربه کانت احتمالاً حالا مطالعه کردید، میتونید بهش رجوع بکنید و مطالعه بکنید. اینجا به طور خاص طبق ادعای همون کتابی که حالا کتاب خانم امون که من بیشتر این بحث رو تو این ترم اون کتاب هم گرفتم و ادامه روایت هم مأخوذ از اون کتاب هست، هگل داره با در واقع تلقی کانتی از حقیقت اشیا، اینکه ما یک شمای کلی قانونمندی داریم و یک قانونمندی عام برای جهان داریم و این قانونمندی‌های خاص می‌خواد زیر اون قانونمندی عام قرار بگیره و به نوعی از اون قانونمندی عام مشتق بشه و به این نحو حقیقت جهان در واقع بیان بشه، داره با اون مواجه میشه و اون تلقی رو نقد می‌کنه. ببینید حالا تاکید هگل بر این موضوع کانتی رو ما می‌تونیم در بند 147 مشاهده بکنیم. ببینید هگل در این بند تصریح می‌کنه که حقیقت امر درونی بیرون از ظهور اون نیست، یعنی اینها بیگانه از هم نیستن، دو تا چیز جدای از هم نیستن. این درونی اون بیرونی و اون بیرونی این درونی. چی میگه؟ یه با وجود این درونی یا امر دیگر جهانی فرامحسوس ورا توسعه می‌یابد. درونی اینجا ادعا مهمه از دل پدیدار میآید، یعنی خود این پدیداره که ما رو به امر درونی منتقل میکنه و پدیدار واسطه است. بعد یه ادعای عجیبی رو مطرح میکنه، میگه یعنی پدیدار ذات آن است، یعنی پدیدار حقیقت امر چیه؟ درونیه. حالا میگفتیم امر درونی حقیقت پدیداره، میگه پدیدار ذات آن است. چرا؟ چون این پدیداره که داره ما رو به اون امر درونی منتقل میکنه و مهمتر از اون اینه. ببینید در اون تلقی افلاطونی از حقیقت جهان، اون حقیقت جهان که در ورای جهان محسوس در واقع وضع میشه، یک نوع استقلال و یک نوع چی داره؟ خودبسندگی داره. در حالی که وقتی شما میگید این حقیقی اون باشه، این درونی اون بیرونیه و این ذات هست که ما رو به این امر درونی منتقل میکنه، یه معنای خیلی خاصی داره. یعنی اگر اون ذات نباشه این درونیه هم نیست و این درونیه باشه، اگر اون ظهور نباشه این درونیه هم نیست و این درونیه همواره خودش رو از طریق این ظهور نشون میده. به این دلیل هستش که میگه یعنی پدیدار ذات آن است و در واقع تحقق آن است.
این نسبت در واقع فاعلی با هم ندارن که بگید اون به مسابقه حالا علت حقیقی این جهان در پس این جهان قرار گرفته. خب اگه این جهان بود یا نبود اون سر جاشه دیگه. میگه نه اصلا اینه که ما رو منتقل به اون میکنه و اگر اون بود حتما اینم هست. اینا با هم دیگه در نسبت متضایف قرار میگیرن. این یه ادعای خیلی مهمه که هگل مطرح کنه. بنابراین برخلاف اون تصور اولیه که فکر میکنین ذات یک امر چیه؟ یک امر مستقله و پدیدار یک امر وابسته است. می‌بینید نه اینها در یک نسبت متضایف با هم دیگه قرار دارن. ببین این خیلی نکته مهمی ها. این داخل پرانتز فقط تو ذهنتون باشه. این که هگل میخواد اون در واقع استقلال ها و وابستگی های اونتولوژیک رو با مفهوم تضایف جایگزین بکنه، این فقط اینجا هم نیست. تو بحث علم منطق حالا با این شاید در واقع خدمتتون عرض کنم که تفصیل نرسیم، ولی وقتی بحث جوهر و عرض و بحث علت و معلول رو مطرح می‌کنه اونجا همین میگه. دیگه شما نمیتونید بگید جوهر علت و در واقع عرض معلوله، پس اون وابستگی هستی شناختی داره و اون استقلال هستی شناختی که البته لفظ نشش هم نامرتب شد دیگه، چون گفتم جوهر و عرض بعد وابستگی به استقلال است. مثلا علت و معلول میگه در تضایف با هم. اینجا همین رو داره میگه. این که داره میگه ذات در واقع امر درونی پدیدار است و پدیدار در واقع ذاتش امر درونی هر دو رو میگه. خب اینجوری میگه تناقض یا این ذات اونه یا اون ذات اینه. این علتش این هستش که هگل برخلاف اون تلقی سنتی داره مفهوم تضایف رو جایگزین استقلال یا عدم استقلال هستی شناختی میکنه. به این توجه داشته باشید. این تو بحث جای بحث هگل خیلی اهمیت داره. یعنی جایگزین کردن تضایف با استقلال و وابستگی هستی شناختی. بعد بگو شما بچه‌ها بفهمید. جلسه پیش در مورد نیرو در دو جسم معامله واسه چیزی آره این بین اون دو تا جسم قرار میگیره. اون حقیقت واحدیه که در واقع همواره در نسبت بین دو تا جسم است. آره من در دو ترم پیش سر کلاس دو بهشتی رفتم هگل درس میداد. گفت اون دو تا نیرو یعنی نیرویی که تبدیل به دو تا میشه، یکیش گریز از مرکز، یکیش برعکسش. یعنی جسم یه نیرویی میخواد که این مثلا زبان سوزی و چه میدونم مکعبی و اینا رو کنار هم نگه داره. یه نیرو هم میخواد که از وجودیت خودش دفاع کنه وقتی مثلا فشارش بدی له نشه، یعنی گریز از مرکز. خب بعد اینو اصلا یه همچین چیزی ندیدم تو بحث شما و الان گیجم واسه نمی‌فهمم چیزی که من میفهمم اینه وقتی هگل میگه در واقع یه نیرو تبدیل به دو نیرو میشه، اینو تحت عنوان نیروی کنش و واکنش بیان میکنه. ببین خودت هم نگاه بکنید، میگه نیروی جذب کننده و نیروی جذب شونده. اون چیزی که شما میگی ممکنه ها تو بحث جهان وارونه باشه که هنوز بهش نرسیدیم. تو بحث جهان وارونه با دو تا قسم دیگه از نیرو رو مطرح می‌کنه. بذار به اونجا برسیم. ممکنه مربوط به اونجا باشه، چون مدام داره رفت و برگشت می‌کنه و پای مفاهیم مختلفی واسه میشه. الان که دارم فکر می‌کنم ممکنه این فرمایش شما و فرمایش دکتر بهشتی به اونجا بخوره. اینجا خیلی صریح داره میگه آقا بین دو تا شی نیرو داریم، این نیروها رو می‌تونیم در واقع یه جور وحدت در تمایز در نظر بگیریم، چون به هر حال حقیقتش در نسبت بودنه. منتها بعد میگه یه نیرو در بازی نیروها، یعنی در ظهور بیرونی نیرو تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به دو تا نیرو میشه. خب تبدیل به دو تا نیرو شدن نیروی کنش و واکنش این غیر از اون چیزی که شما میفهمید. چون تبدیل به دو تا نیرو میشه ما باز دنبال یه وحدتی میگردیم، پس میفهمیم حقیقت نیرو رو در این ظهور بیرونیش نمیتونیم پیدا بکنیم، منتقل میشیم به یه جهان فوق محسوس، اونم باز از کفایت لازم برخوردار نیست، پس باید ببینیم حقیقت جهان محسوس رو در ذات این جهان محسوس در نظر بگیریم، ذاتی که میگم نسبت به خود ظهور استقلال هستی شناختی به اون معنای کلاسیک کلمه نداره. بنابراین حالا من این عبارت که داشتم میخوندم وسطش توضیح دادم تموم بکنم. میگه با وجود این درونی یا امر دیگر جهانی فرامحسوس ورا توسعه می‌یابد. توسعه می‌یابد یعنی تکامل پیدا می‌کنه، یعنی از اون تلقی بسیط اولیه افلاطونیش خارج میشه. هنوز به اونجا نرسیده. نه هنوز به اونجا نرسیده. که دو تا شی هم عملاً داریم. آره نه به دقت کنید از آیه استوار. ببین قانون گرانش که میگی قانونه، هنوز به قانون منتقل نشده. آره ما فعلا داریم ظهور نیرو می‌بینیم، از ظهور نیرو منتقل میشیم به یه ذات در واقع فراجهان محسوس، از اون ذات فراجهان میایم به این جهان، بعد تازه میرسیم به مفهوم بسیط قانون، بعد از مفهوم بسیط قانون تازه منتقل میشیم به تعیین مفهوم بسیط قانون در قالب قانون گرانش. یعنی درسته که این در نهایت همونه، ولی با یه سری واسطه مفهومی و در چند گام به اون چیزی که شما می‌فرمایید میرسه. واسه کم صبر کنید تا به اونجا برسیم. بفرمایید. چرا؟ نه نمیگه این ذات هم پدیداره، میگه هم پدیدار ذات امر درونیه، هم امر درونی ذات پدیداره. این تناقض نیستش. نه نمیگه این هم ذات هست هم ذات نیست. تازه به نظر هگل تناقض هم باشه ایرادی نداره. اصلا مشکلش با اصل تناقض هم همینه که میگه اصل تناقض باعث میشه که ما این تضایف رو نمیتونیم درک بکنیم. علت این که هگل در واقع اصل تناقض رو نقد میکنه همینه، میگه ما به خاطر پایبندی به اصل تناقض خیلی از در واقع پدیدار رو اشتباه تحلیل کردیم، ولی حالا اصلا مستقل از این که اون اصلا اینو نمیگه، میگه هم این ذات اون هم اون ذات اینه. ذات اساسا نباید ذات در واقع رابطه اسیمتریک رابطه نامتقارن بفهمید، اینجوری داره میگه. تو این تناقض نیست که حتی اگرم باشه از نظر هگل، حالا گرچه من نمیخوام وارد اون بحثم تو خود تفسیر تناقض بگیریم مشکل ایجاد میکنه، ولی اینجا بالاخره میتونیم یه جوری رفع و رجوعش بکنیم که این به تناقض منتهی نشه. پس میگه با وجود این درونی یا امر دیگر جهانی فرامحسوس توسعه می‌یابد، درونی از دل پدیدار میآید. این خیلی مهمه. یعنی این پدیدار که ما مشاهده می‌کنیم تازه به چی میرسیم؟ به اون ذات میرسیم. البته هنوز نگفته اون چه ذاتیه که از مشاهده پدیدار در میاد. و پدیدار واسطه است. بعد اینجا میگه یعنی پدیدار ذات آن است و در واقع تحقق آن است. یعنی اتفاقا از طریق پدیدار هست که فعلیت پیدا می‌کنه. این جهان فرامحسوس محسوس است و امری است که
مدرک بودن در حقیقت آن وضع شده است. نباید یه چیزی بیرون از این جهان محسوس قرار بدیم که بعد بگیم متعلق ادراک هم واقع نمیشه. مدرک بودن در حقیقت اون واقع شده. با وجود این حقیقت امر محسوس و مدرک پدیدار بودن است. امر فرامحسوس بنابراین پدیدار همچون پدیدار است. یعنی این رو نباید از ساحت پدیداری و ظهور بیرون ببریم، گرچه نمیتونیم به این در واقع بی‌واسطگی حسی هم بسنده بکنیم. اون بی‌واسطگی حسی نمیتونستیم بسنده بکنیم. منتها چون نمیتونستیم بسنده بکنیم، اولا ما رو منتقل کرد به یه موضع افلاطونی، ولی اون موضع از بسندگی لازم برخوردار نبود. پس باید ذات امر محسوس رو یه چیزی ببینیم که در این حال که ما رو در سطح دادگی محسوس نگاه نمی‌داره، ما رو به اون موضع افلاطونی هم منتقل نمی‌کنه. پس ببینید بر مبنای نگرش کانتی که اینجا در مقابل یک نگرش افلاطونی مطرح شده، به جای اینکه ذات و حقیقت شیء رو بیرون از ظهور اون جستجو بکنیم، در همین پدیدار حقیقت شیء جستجو میشه. حتی شاید این تعبیر رو بشه کرد که به بیان کانتی از اون جایی که حقیقت شیء برای آگاهی یک امر ناشناخته باقی میمونه، شیء رو در قالب ظهورات اون و ذیل قانون میشناسیم. یعنی این ظهورات رو مشاهده میکنیم، بعد این ظهورات رو ذیل قانونمندی صورتبندی میکنیم. پس فاهمه از طریق گفت پدیدار واسطه است و ذاته. پس فاهمه از طریق و به وساطت پدیدار و ظهور ذات شیء رو میشناسه. بنابراین کلی به عنوان ذات مفهومی شیء مفروض گرفته میشه تا از طریق اون امر محسوس متعین بشه. و از طرف دیگه این تزایف اینجاست که خود اون امر کلی تنها در نسبت با امر محسوس متعین میشه. بنابراین اگه این رو میگه امر درونی یا مفهوم ذات پدیدار است یا پدیدار ذات مفهوم است، این تعبیر میگه das innere oder der Begriff امر درونی یا مفهوم ist das Wissen der Erscheinung ذات پدیدار است، اون die Erscheinung ist das Wissen der Begriff. در واقع اون پدیدار هم ذات اون امر درونی یا مفهوم. پس مفهوم که عبارت اخرای امر درونی هست در یک نسبت متقابل با پدیدار تلقی میشه که هر یک به یک اعتباری ذات اون دیگری هستند. همین خاطر میگیم اینها نسبت به هم دیگه استقلال و وابستگی هستی شناختی به اون معنای متعارف کلمه ندارن. البته وقتی به بحث منطق برسیم ان شاء الله اونجا باز از یک زاویه دیگری این مسئله خدمتتون هست کنم که تزایف رو توضیح خواهم داد. خب بنابراین ما ذات نیرو رو باید به عنوان یک امری لحاظ بکنیم که از طریق ظهور نیرو تحقق پیدا میکنه. ببینید تحقق پیدا میکنه، فعلیت پیدا میکنه. ببینید اون ذاتی که شما جدای از ظهور در نظر میگیرید، این هیچ وقت از طریق ظهور فعلیت پیدا نمیکنه. ولی اینجا اگر این ظهور نباشه، این ذات هیچگاه فعلیت پیدا نمیکنه. این ادعا نسبت به ذات نیرو مبنای استنتاج مفهوم قانون قرار میگیره. ببینید قانون امریه که فعلیتش و تحققش جدا از اون ظهور تجربیش نیست. یعنی یه ذاتی نیستش که بیرون از پدیدار باشه. قانون بیان در واقع یک نوع پیوستگی و یک نواختی در چیه؟ در همین امر پدیداریه. متوجه شدید چطور به منتقل شد؟ ببینید یه بار شما میگید که من یه ذات دارم به عنوان امر مستقل که فعلیت مختص به خودش داره و یک ظهوری دارم که ظهور این ذات به عنوان امر چی؟ وابسته. یعنی همواره این به این وابسته است. ولی اینه که وقتی از ظهورات محسوس نیرو سخن میگه، یا من یه در واقع پدیداری دارم که یه تغییر و یه حرکت و یه دگرگونی و یه در واقع واکنش‌های وضوحی بینش هست، ولی ثبات این رو در قالب مفهوم قانون چیکار میکنم؟ صورتبندی میکنم. یعنی قانون چیزی بیرون از این ظهور نیست، ولی این ظهور و این تحول و این دگرگونی و این عدم ثبات با مفهوم قانون بیان میشه. ببینید اینجا شما یه ذاتی دارید که بیرون از ظهور و مستقل و فعلیت مختص به خودش رو داره، ولی قانون جدای از اون ظهور پدیداری فعلیت نداره. تفاوتش در این است. به همین خاطر هستش که فعلیت امر درونی در کجاست؟ در این ظهور پدیداریه. یعنی قانون چیزی جدای از این امر پدیداری نیست. منتها چیه؟ در واقع صورتبندی مفهومی ثبات این امر پدیداری هست. یعنی شما کسراتی از در واقع پدیده‌ها رو در این جهان دارید، ولی کثرت اینها و تنوع اینها رو در قالب قانون‌های واحد بیان می‌کنید. این قانون به این کثرت و به این تنوع و به این تغییر، مهمتر از همه به این تغییر داره چی میده؟ داره یه وحدتی میده. منتها این وحدتی که در قالب قانون دارید بیان می‌کنید غیر از اون ذات افلاطونی هستش که بیرون از این جهان محسوس به عنوان یک امر مستقل قرار داره. به همین خاطر هستش که دارم میگم یک تلقی کانتی در مقابل یک تلقی افلاطونی قرار میگیره. خب بله کانتی بودنش ببین کانتی بودنش از این جهته که شما در کانت که به نومنی دسترسی ندارید. اون چیزی که در دسترس شماست فنومن به مثابه ظهور هست و قوانینی که برای تبیین در واقع ثباتی در پس این کثرت بیان می‌کنه. یعنی شما در این عالم مجموعه وسیعی از پدیده‌ها دارید با همه تفاوتشون. این تفاوت در قالب قوانین ثابت یک نوع چی پیدا می‌کنه؟ یک نوع ظهور برای آگاهی پیدا می‌کنه و یک حقیقتی و یک ثباتی و یک ذاتی به اینها نسبت داده میشه. پس ذات نیرو رو به عنوان یک امری لحاظ می‌کنیم که از طریق ظهور نیرو تحقق پیدا می‌کنه. وقتی دیگه روشن شد که گفتم این ادعا نسبت به ذات نیرو مبنای چی میشه؟ مبنایی که می‌تونیم اساساً به مفهوم قانون برسیم. هگل استنتاج مفهوم قانون رو در بند 148 توضیح میده و بعد خود مفهوم قانون رو در بند 149 بیان میکنه.
مسئله اصلی این هست که امر داده شده محسوس باید در حقیقت خودش یک امر مفهومی باشه، پس حرکت و ظهور نیرو باید مفهومی باشه. به تعبیر هگل بازی نیروها یک امر بیواسطه برای فاهم است، اما امر حقیقی برای آگاهی بسیط است. بازی نیروها تبدیل به دوگانه نیروهای جذب کننده و جذب شونده می شود و هگل میاد در بند 149 نیرو رو به عنوان وحدت تمایز بیان میکنه. میگه پدیدار مطلقاً تغییر پذیر، یعنی همین پدیداری که دارید میبینید هیچ ثباتی درش نیست، از طریق نسبت آن با بساطت ذات یا فاهمه در قالب تمایز بسیط می آید، یعنی تمایزی که درش وحدتی هست. چطور؟ امر درونی نخست صرفاً کلی فی نفسه است، اما همین کلی که فی نفسه بسیط است ذاتاً فقط همچون مطلقاً تمایز کلی است، زیرا نتیجه خود تغییر است یا تغییر ذات آن است. با وجود این تغییر به عنوان امری وضع شده در ذات که گویی حقیقت آن است، در ذات همچون تمایز بدون حرکت مطلقاً کلی یعنی تمایز سازگار جذب می شود. یعنی یا همین تمایز و کثرتی که دارید می‌بینید باید در قالب یک وحدتی منعکس بشه. حالا البته با اصطلاحات هگلی که براتون خوندم. یعنی کل این ادعا اینه که این تغییری که دارید می‌بینید تغییری امر پدیداریه، یک ظهوره. این تغییر باید در قالب یک وحدتی بیان بشه و این وحدت باید به گونه‌ای باشه، اینش خیلی مهمه، که تمایز رو در خودش جا بده. و هگل چی میگه؟ اینجا مفهوم قانون رو مطرح میکنه. میگه در قانون همچون قانون همچون تصویر پایدار پدیدار ناپایدار بیان میشود. بنابراین جهان نامحسوس قلمرو بی حرکت قوانین است. ببینید جهان نامحسوس یک قلمرو بی حرکت افلاطونی نیست در پس این جهان محسوس. تلقی اولیه این بود دیگه. نه، جهان نامحسوس قلمرو بی حرکت قوانین است. برای اطمینان ورای جهان محسوس است، زیرا جهان مدرک قانون را تنها در تغییر پیوسته بیان می‌کند. پس ببینید این یک قلمرو ثابت و پایداری است که ما بهش میگیم چی؟ بهش میگیم جهان قانون. منتها قانون چیزیه که فعلیتش بیرون از همون ظهور نیرو و در واقع اثرات نیرو نیست. پس ما از اینجا منتقل میشیم چی؟ از جهان افلاطونی منتقل میشیم به جهان قلمرو قانون. یعنی ثباتی که بیرون از این تغییر نیست. قانون داره میگه در پس این تغییرات داره میبینید یه چیز ثابتی وجود داره، ولی یه چیز ثابت به معنی نیستش که یه چیز بیرون امر ثابته. یعنی شما یه چیز ثابته بگید مثلا یه جوهری برای عرضی یه امر مجردیه برای امر مادیه، ولی میدونید قانون خب چون تلقی رو به ما منتقل نمیکنه. یعنی همین ثباتی که و اون در واقع یک نواختی که شما در پس جهان چی میبینید؟ همین جهان محسوس میبینید. یعنی تو همین جهان محسوس شما میتونید یک نواختی رو مشاهده بکنید. این یک نواختی رو در قالب مفهوم قانون بیان میکنه. منتها بله جهان قوانینی که الان داره میگه یکم میخوایم مقایسهش کنیم با جهان مساوی امواج. اگه این مساوی به معنی جهان ریاضیات بفهمیم، یه روابط ریاضی خیلی شبیه نمیشه، چون که نه همین خاطر گفتم. یه نکته گفتم که ببین شما ممکنه اگر به خود افلاطون بگی یک پاسخی برای این داشته باشه. یک آقا اساسا این جهان مثلا مسلمان که بیرون از این نیست، همینه. مسل همون حقیقت معقول امر محسوس. میگه اصلا من دقیقاً همین دارم میگم. برای خاطر نگفتم تلقی افلاطون از جهان، گفتم تلقی افلاطونی از جهان. چون که شما دارید میگی باز تبدیل به چی میشه؟ یه دفاعیه از افلاطون در مقابل این نگاه میشه که خب اون تلقی ساده سازی شده از افلاطون رو بر اساس اون باید چیکار بکنیم؟ کنار بگذاریم. همون که مثلا خود افلاطون کانسپت بگم که لازم مفهومی قانون چیه؟ قانون عملاً این که رابطه هستیه. من فکر کنم شیء ریاضی هم باید اگه بخوایم میسنسونه بعد به عنوان رابطه بفهمیم. حالاتینو شما بگم ببین اینایی هم که در واقع چیزن حالا به عالم مثلا مجردات قائلن در پس جهان محسوس، برای اشیاء ریاضی الزاماً یک در واقع قلمرویی در پس جهان محسوس قائل نیستن دیگه. ببین شما میتونید، یعنی میخوام بگم اینجوری بگم اون اشیاء ریاضی و اون در واقع جهان ریاضیاتی میتونه در واقع چی باشه؟ یه چیزی باشه در همین جهان محسوس در واقع تحقق داره. یعنی به طور خاص جهان ریاضی بله چون ویژگی رو داره. و این نتیجه دارم تاکید میکنم از این جهتی حتی ممکنه شما به جهان مجردات قائل باشید مثل ابن سینا، ولی برای جهان اشیاء ریاضی یه تحققی در یه وعای خارج از وعای جهان محسوس قائل نباشید. بله. وقتی تو می‌بینید آگاهی نسبت به تکثر رو به برابر ایستان از این نمیشه خیلی این دو نه ببینید یه اتفاقی افتاده. ببین اونجایی که میگه اول دو تفاوت مهم وجود داره. ببین اونجا که میگفتش که وحدت میتونید با آگاهی نسبت به کثرت رو برابر ایستا، اون کثرتی بود که از چی به دست می اومد؟ از صفات محسوس. اینجا اصلا با اون مسئله مواجه نیستیم. اساسا صفات محسوس رو کنار گذاشتیم اومدیم با نیرو و در واقع تعیین نیرو و مفهومی شدن نیرو زیر قانون مواجهیم. ثانیاً این تفاوت اول است. تفاوت دوم که اونم باز اینجا خیلی موضوعیت داره اینه قانون در خود جهان هست. تفاوتش با موضع قبلی این هست که در موضع قبلی برای مشاهده اون اشیایی که در جهان در واقع برای درک اشیایی که در جهان هستن ما به ورای مشاهده حسی نیازی نداشتیم، ولی اینجا در واقع فاهمه داره از اثر نیرو از ظهور نیرو قانون رو استنتاج میکنه. در اصل قانون خود جهان هست
قانون چیزی نیستش که در واقع وضع فاهمه بر جهان باشه. اینو بهش توجه داشته باشید. اینکه از کام فاصله میگیره. من واسه گفتم این تلقی کانتی از جهان داره دیگه. ببینید اینجا داریم تلقی کانتی از جهان این هستش که ما می‌خوایم وحدت جهان رو زیر قانون بیان بکنیم، ولی الزاما معنیش این نیستش که این رو بخواد وضع فاهمه در نظر بگیره. به همین خاطر ببینید اینجا اگر دقت بکنید در این حال که پای تلقی کانتی از قانون وسط هست، هیچ اسمی از کانت نمیاره. کانتی بودنش از این جهت هستش که بعد خودت میتونی تلقی نیوتنی از جهان، تلقی نیوتنی از جهان قانون خود جهان میدونه. یعنی خاطر یک تلقی کانتیه، ولی کانت تمام عیار اینجا حضور نداره. اساسا در ساحت آگاهی که ما همچنان آگاهی رو در نسبت به جهان یک امر منفعل میدونیم، هیچ وقت کانت تمام عیاری رو هم شاهد نیست. پس ببینید در مفهوم حالا برسیم به مفهوم قانون. منتهای مفهوم قانون از کفایت لازم برای صورتبندی جهان برخورداره. اینم باز میشه چی مسئله بعدی و پرسش بعدی. ببینید در مفهوم قانون یک تناقضی وجود داره که هگل بعد از بیان مفهوم قانون بلافاصله به این تناقض اشاره میکنه. ببین تو بند 149 گفتم که میاد چیکار میکنه؟ مفهوم قانون رو بیان میکنه. تو بند 150 مسئله هگل این میشه. پس ببینید ما رسیدیم به مفهوم قانون. منتها خود مفهوم قانون چی؟ آیا این از کفایت لازم برخوردار میبینیم که نه؟ و مسئله اصلی در بند 150 اینه که بین کلیت قانون و تمایز محتوا در فعلیت اون نسبتی برقرار نمیشه. یعنی چی؟ یعنی ماهیت قانون به گونه‌ای هست که کثرت امر پدیداری رو در ظهورات گوناگون آن مثل یک وحدت به چنگ میاره. یعنی قانون عام بیان می‌کنید به عنوان قانون واحد. این کل جهان باید به زیر قانون. یا می‌خواید چیکار بکنید؟ یا می‌خواید جهان رو زیر قانون‌های متعدد ببرید. این ایدئال وحدت قانون که برای جهان یک قانون واحد بیان بکنید و یا اینکه جهان بخواد زیر قانون‌های متعددی قرار بگیره، اینها با هم دیگه نسبت برقرار نمی‌کنن و تناقض اینجاست. یعنی قانون یا خیلی نامتعین میشه یا خیلی چی میشه؟ متکثر میشه. در حالی که شما تو اینکه میگم تلقی کانتی از قانون دارید اینجاست. در اون تلقی کانتی از قانون همواره چه چیزی دارید؟ همواره این رو دارید که یه سری در واقع آنالوژی‌های تجربه دارید که با یه شمای واحدی می‌خواید گویی کل قوانین متکثر جهان رو به دست بیارید و استنتاج بکنید. پس مسئله اصلی این هستش که در این دریافت، یعنی تو این دریافتی که الان داریم بیان می‌کنیم، قانون رو باید صورت مفهومی بدونیم که بر مواقف متغیر جهان محسوس اعمال میشه، یا به تعبیر دیگه تصویر ثابت جهان پدیداری متغیره. منتها همونطور که گفتم این تصویر ثابت جهان متغیر برای هگل تبدیل به یک امر نامتعین میشه. یعنی اگر کل این جهان رو، همه این تغییرات که داره رو بخواد زیر قانون واحد بیارید، معنیش چی میشه؟ معنیش چیز خیلی مهملی میشه. میشه اینکه آقا جهان قانونمند. اینکه جهان قانونمنده که چیزی به شما نمیده. یا بیاد بگید در پس در واقع تغییر ثباتی وجود دارد. این عبارت اخرى همون قانونمندی نامتعینه. یعنی شما داشتید دنبال چی بودید؟ میگفت آقا یه بازی نیروها داریم، یه در واقع حرکتی بین نیروها هست، این به اون تبدیل میشه، اون به این تبدیل میشه و میگیم که خب آقا این که نشد، این که شد ظهور نیرو. ما دنبال امر واحدی بودیم که این متعلق آگاهی واقع بشه. میگیم تو قانون افلاطونی هم که نیست در قالب قانون بیان میشه. میگن قانون چیه؟ این قانون اولا اینه که جهان قانونمنده. نه در واقع در قانون جهانی هست که در پس تغییر ثباتی وجود داره. این یعنی عدم تعین قانون نسبت به این کسرت، یعنی چیزی رو به شما نمیده. ببینید هگل تو بند 150 اینو میگه برای اطمینان قلمرو قانون حقیقت فاهمه است که محتوای خود را در تمایزی دارد که درون قانون قرار میگیرد. با وجود این همزمان این تنها حقیقت نخستین فاهمه است و پدیدار را به تحقق نهایی خویش نمیرساند. یعنی چی؟ یعنی قانون قرار بود که این تمایز رو تو دل خودش داشته باشه دیگه. ولی مسئله این هستش که قانون به عنوان یک امر کلی نسبت به این تمایز بی‌تفاوته. نسبت به تمایز بی‌تفاوت یعنی چی؟ یعنی تبدیل میشه میگه کل جهان قانونمنده، اینجا چه جوری اونجا چه جوری، این تو این بیان نمیاد. معنیش این هستش. بنابراین هر تمایزی قانون مخصوص به خودش رو پیدا میکنه. و تعبیر هگل این هستش، میگه از آن جایی که القانون نداریم، میگه داس گزتس، میگه از آن جایی که اما داس گزتس به طور کلی نداریم، بلکه آین گزتس داریم، قانونی داریم. داس گزتس یعنی القانون، آین گزتس یعنی قانونی. اینجا یه قانونی داره، اونجا هم یه قانونی داره. حد اس دی بشتیم هایت ان این، اون وقت اینطوری هستش که تعین رو در خودش داره. یعنی القانون تعینی نداره، قانونی که در اینجا هست و جدا از اون یکی قانون میشه تبدیل به قانون متعین میشه. قانونی که با شکست خورد، می‌خواستیم که در واقع تعین جهان رو در قالب یه وحدتی بیان بکنیم. پس قانون عام نداریم، بلکه قانونی داریم که در خودش واجد متعین بود بگیره. یعنی به جای اینکه بگیم دلاو، یعنی اون قانون متعین در واقع معرفه، برسیم به چی؟ به قانون نکره‌ای که در واقع اگر بخواد متعین بشه از اون وحدت خارج میشه. خب پس گویی این تبدیل به این میشه که یک مفهوم نامتعین و بی‌تفاوت قانون رو داریم و متناسب با هر ساحت یک قانون جداگانه داریم. یا قانونمندی جهان، حالا قانونمندی جهان فوق القمر یه جوره، قانونمندی جهان تحت القمر یه جوره، هر ساحتی برای خودش قانون خاصی داره. و به تعبیر هگل میگه در نتیجه به نحو نامتعین کثیری از قوانین داریم. پس ببینید اینجا دوگانه چیه؟ دوگانه بین مفهوم قانونمندی و تکثر قوانین متعین هست. در نتیجه به نحو نامتعین کثیری از قوانین داریم، اما خود این کثرت نقصان است. قرار نبودیم باشه دیگه، قرار به وحدتی برسیم. این کثرت با همین اصل فاهمه در تناقض است. فاهمه در مقام موجودیتی آگاه از درونی بسیط که برای آن حقیقی وحدتی است که فی نفسه کلی است. یعنی فاهمه دنبال امر بسیط میگرده، فاهمه همش دنبال وحدت میگرده. به همین دلیل باید قوانین گوناگون با هم در قانونی واحد در هم بشکنند. یعنی اصلا فاهمه دنبال همین بود.
پس باید از یک طرف مفهوم صوری قانون، یعنی همون نفس قانونمندی رو کنار بگذاریم و از این به چی برسیم؟ از این که این قوانین متعدد در قالب یک قانون واحد بیان بشن. آقا سررشته قصه دستتون در نره. رسیدیم به مفهوم قانون و اینکه این قانون چیزی بیرون از این ظهورات نیست. تا اینجاش روشنه. منتها تا اینجا فقط رسیدیم به مفهوم قانون. تا از مفهوم قانون می‌خوایم گذر بکنیم میرسیم به قوانین متکثر. اون مفهوم قانونی که نامتعینه. قوانین نامتکثر هم چی ان؟ هیچ وحدتی درشون وجود نداره. هگل میاد توضیح میده. باز اینجا به یه چیزی میرسه. میگه ببینید ما در تجربه علمی بشر این رو دیدیم که مثلا تا قبل نیوتن میگفتن یه عالم فوق القمر داریم، یه عالم تحت القمر داریم. جسم عالم تحت القمر با جسم عالم فوق القمر متفاوت بود. این عالم حرکت بود، این عالم چی بود؟ ثبات بود. یکی از مهمترین کارهایی که با انقلاب علمی عصر جدید صورت گرفت این بود که گفتن آقا دیگه عالم فوق القمر و تحت القمر نداریم. کل اجرام اهم از فلکی و در واقع بگیم سماوی و ارضی، کل اجرام زمینی و آسمانی رو میتونیم زیر یک قانون بیان بکنیم. میگه برای مثال قانونی که مطابق با آن سنگ سقوط میکند و قانونی که مطابق با آن اجرام آسمانی حرکت میکنن از حیث مفهومی ذیل یک قانون درک میشوند. تازه اینجا میرسیم به چی؟ به اون قانون آقای استوار. کدوم قانون؟ قانون گرانش عام. قانون گرانش عام بهش میگن دیگه. این آقا شما هر چیزی تو این عالم در نظر گرفتید، میخواد سنگ باشه، میخواد چه میدونم حالا سنگ و صخره که موجود زنده باشه، جماد باشه، هر چیزی که میخواد آتش باشه، هر چیزی که میخواد در نظر بگیرید، چوب باشه، جسم زمینی باشه، جسم آسمانی باشه، اینو تو مرکز جرمش متمرکز در نظر بگیرید. بعد ذیل قانون چی بیانش بکنید؟ قانون گرانش عام. بنده خدا هدیه نمیدونم چرا از این نوتیشن‌ها استفاده نمی‌کرده. وقتی اینا رو بیان می‌کنه میاد توصیفشون می‌کنه. میگه فاصله به توان دویی که مثلا اینجوری باشه، بعد دو تا جرمی که در هم ضرب بشن، نمی‌شه از این نوتیشن‌ها استفاده می‌کنه. این قانون گرانش چی؟ عام. هر دو تا جسمی که در نظر بگیرید اینها رو در مرکز جسمشون متمرکز می‌کنید و بعد در واقع نسبتشون و قانونی که برای دو تا حاکم هست با این قانون گرانش عام بیان می‌کنید. می‌خواد عالم فوق القمر باشه، می‌خواد عالم تحت القمر باشه. بله. این نوتیشن‌های فرمول رو نداشتن؟ نمیدونم. خب من برام سوال بود که این چرا استفاده نمی‌کرد؟ جهتش اینه. نمی‌دونستم، الان که گفتی برام جدید بود. درست ببینید هگل میاد تو بحث بیان وحدت متعین قانون، یعنی ما می‌خوایم از اون مفهوم عام قانونمندی برسیم به یه قانون متعینی که داره محتوا باشه، میاد به یک در واقع دستاورد مهم علم دوران جدید و یک انقلابی که نسبت به طبیعت قدیم صورت گرفته اشاره می‌کنه. دیگه ما نمی‌گیم بگیم جهان فوق القمر و تحت القمر داریم. همین اینها ذیل قانون گرانش عام تلقی میشن. منتها هگل میگه آقا درسته که قانون گرانش عام در نگاه اول چیزی جز مفهوم چیزی متفاوت از مفهوم قانونه. منتها اینم اگر درست تبدیل بکنیم این تبدیل به مفهوم نامتعین قانون میشه. میگه قانون گرانش هم چیز خاصی ما نمیده. میگه با وجود این در این شکست به یکدیگر، یعنی عالم فوق القمر و تحت القمر همه رو با هم یکاسی کردیم، گفتیم اینا زیر قانون عام گرانش قرار میگیرن. با وجود این در این شکست به یکدیگر قوانین متعین بودگی خیش را از دست میدهند. قانون حتی سطحی تر می شود و در نتیجه آنچه یافت می شود واقعا وحدت این قوانین متعین نیست، بلکه یک قانون است که متعین بودگی آنها را حذف می کند به شیوهی که یک قانون که در خودش قانون اجسام در حال سقوط به سوی زمین و قانون حرکت سماوی را متحد می کند خود را در هیچ یک از آنها بیان نمی کند. یعنی آقایی هم شد باز هم مفهوم قانونمندی این چیزی رو ما نمیده. شما گرانش عام بر جهان حاکمه، البته تحلیل هگل میشه بیشتر از این در موردش بحث کرد، ولی حالا ادعای هگل این است که این ادعا درست یا غلطه، چه پاسخی از جانب نیوتن میشه بهش داد و اینکه در واقع چجوری میشه دوره ادعای هگل رو تقویت کرد من از این صرف نظر میکنم. ولی میگه آقا این که میگه بر جهان قانون گرانش حاکمه به این شکل عام چیزی غیر از این نیست که باز برگردیم به همون مفهوم نامتعین قانون، این که بگیم بر جهان قانونی حاکم است. پس ببینید در واقع اصل تعبیر هگل رو میتونم تو این جملهش بیان بکنم. میگه وحدت بخشیدن به تمام قوانین در قالب جاذبه عام، این عین تعبیر هگل، محتوایی را بیش از خود مفهوم قانون بیان نمی‌کند. پس ببینید رسیدیم به چی؟ به قلمرو قوانین. از قلمرو قوانین اومدیم به مفهوم قانونمندی. از مفهوم قانونمندی به چی منتقل شدیم؟ به قانون عام گرانش. قانون عام گرانش هم در واقع چیزی جز چی نیست؟ همون مفهوم قانونمندی. یعنی مشکل قانون گرانش چیه؟ اینه که نسبت به این کثرت نامتعینه و بی‌تفاوته. این ادعاست که هگل مطرح می‌کنه. بفرمایید. دنبال همون تفرد است که جهان پیدا نمیشه. خدای نمیه دنبال تفردیه و دنبال وحدتیه که نسبت به کثرت این جهان محسوس بی‌تفاوت نباشه. ببینید شما دارید جهان رو زیر قانون بیان می‌کنید. منتها این قوانین این جهانه. ما جهان متکثری داریم. داره میگه شما هر جوری که می‌خواید وحدت این جهان رو در قالب قانون بیان بکنید، یا این وحدت تبدیل میشه به کثرت، یعنی بر هر از ساحتی قانون محصول خودش رو می‌خواد بگذارید. هم دو این قانون جزئی‌تر و جزئی‌تر میشن. یا چی میشه؟ یا قانون نامتعین میشه به نام قانون گرانش، بعد اون دومی از دل اولی در نمیاد. ببین اگر در یا شما میگید یه چیزی کلیه به این معنا که یه احتمالی داره نسبت به همه چیز، نسبت به همه جزئیات.
ولی کلیت از نظر هگل کلیت این قوانین چون این ویژگی رو نداره. اینها یک سری امور کلی هستن که در واقع نسبت به اون جزئیات بی‌تفاوتن. یک وحدتیه که نسبت به کثرت بی‌تفاوته. این وحدت رو اسمش میذاره چی؟ وحدت نامتعین. میگه وحدت قانون گرانش یه وحدت نامتعین. دنبال چیه در نهایت؟ به چی راضی میشه؟ به این راضی بشه که یک وحدت رو پیدا بکنه که در دلش کثرت هم باشه. مثلا میشه به همین خاطر از شیء ایدئال از نظر شیء موجود زنده است. این موجود زنده رو شما می‌بینید، این موجود زنده یه ارگانیسمیه، بافت‌های متعدد داره. ولی صورت اون شیء زنده به مثابه غایت یه وحدت شامل کثرته. یعنی این یه وحدتیه که تبدیل میشه به این اندام‌های موجود زنده و در این حال در قالب یه وحدتی داره چیکار می‌کنه؟ کنار هم دیگه نگه می‌داره. حالا تو بحث جنبندی تو پیداشناسی شما دارید که آره همش داره به سمت اون غایت. به این میگه در واقع اون وحدتی که در دل خودش کثرت داره. به همین خاطر حالا بعداً در جای خودش خواهم گفت که برای هگل در واقع شیء پارادایمی، شیء ایدئال، شیء زنده است، موجود زنده است. و نمیتونیم در سطح جهان در واقع فیزیکی ما خدمتتون عرض کنم که به شیء رضایت بدیم. ببینید اتفاقی که میفته این حالا این مقدار جلو برم بعد برمیگردم قبل توضیحات میدم حالا باهاش هم شوخی جسته. ببین ما اینجا حالا مثلا مفهوم قانون رو بیان می‌کنیم. از مفهوم قانون منتقل میشیم به مفهوم جهان وارونه، از مفهوم جهان وارونه منتقل میشیم به مفهوم خودآگاهی. شما تو اون مقدمه بحث خودآگاهی رو دارید می‌خونید. یکی اونجا دفعه یه ادعای عجیبی رو مطرح می‌کنه. که حالا توضیحش رو نوشتم جلسه بعد میاد، ولی حالا اگر خودتون جلوتر مطالعه می‌کنید این رو در نظر داشته باشید. وقتی میرسه به بحث در واقع خدمت عرض کنم که خودآگاهی بلافاصله میگه متعلق خودآگاهی حیاته. شیء زنده است. هیچ توضیحی هم نمیده. هیچ توضیحی هم نمیده. یه ادعا یه دفعه وسط مطرح میکنه. علتش اون تلقیه که هگل از شیء زنده داره. یعنی گویی اگر جهان رو نتونستم در سطح قانونمندی‌های فیزیکی ببینن، ولی ایدئال این هستش که یه وحدتی در این تمایز داشته باشن، این ویژگی رو باید در شیء زنده پیدا بکنن. این ادعای عجیبیه که داره مطرح میکنه. توضیح هم براش نمیده. توضیحات بیشتر رو جلوتر از این مطرح میکنه. بعد از بحث خودآگاهی مطرح میکنه. ولی تو مقدمه بحث خودآگاهی اگر شما نگاه بکنید، به یک باره پای این ادعا رو وسط میکشه که متعلق میل، یعنی اون امری که در واقع آگاهی رو در نسبت با دیگری قرار میده، چون خودآگاهی رو با متافور میل و استعاره میل داره تحلیل میکنه. اینا خیلی نکته مهمه. حالا باز این توضیح خواهم داد چرا متعلق میل زندگی است. این در واقع ابژه میل امر زنده است. اینجا دیگه فکر نمی‌کنم تحت تاثیر لایبنیتس باشه. از اینجا به بعد مسلماً تحت تاثیر اون نیست. اینجا شاید بیشتر تحت تاثیر اون در واقع فلسفه طبیعی باشه که بعد از خدمت عرض کنم که کانت و فیشته متأثر از رمانتیک‌ها شکل گرفته. البته من چون مثلا زمینه تاریخیش برام مهم نیست خیلی توجه ندارم، حالا از حرفی گرفته. ولی کلا این شیء ارگانیک و برتری که شیء ارگانیک بر شیء فیزیکی داره، این به نظرم میاد بیشتر یه واکنشی که رمانتیک‌ها و اون تلقی کانتی نیوتنی از جهان دارن. ولی ما خیلی کاری با این نداریم. مثلا برای موضوعیتونه، چون که نمی‌خوام تاریخ تطوری مفهوم رو ببینیم. اگر بتونیم خود استدلال هگل صورت بندی بکنیم برامون از کفایت لازم برخورداره. و اگه شما برید نگاه بکنید همین کتاب استرن رو که به عنوان کتاب راهنما من گذاشتم، وقتی بحث نیرو فاهمه تمام میشه، اون بخش اول خودآگاهی رو که همین توضیح میده که متعلق میل شیء زنده است و اساسا مفهوم میل رو اصلا تحلیل نمی‌کنه، کلا اون رو گذاشته کنار، بلافاصله منتقل شده به بحث خواجو برده. اینقدر اون بخش سخت و مندمج و البته مبهمی. ولی حالا چون بلافاصله بعد از این بخش اون قرار میگیره و جلسه آینده بهمون برسیم و دوستان که اومدن مطالعه میکنن قبلا احتمال داره برن بخونن، خواستم که توضیح داده باشم این در واقع از شکست مفهوم نیرو هستش که بلافاصله زندگی رو داره جایگاه شیء زنده رو داره جایگزین میکنه. پس عرض کردم اصل تعبیر هگل رو میتونیم تو این موضوع پیدا کنیم که وحدت بخشیدن به تمام قوانین در قالب جاذبه عام محتوایی را بیش از خود مفهوم قانون بیان نمی‌کند. یا روشن شد. و در توضیحش هم میگه جاذبه عام تنها این را میگوید هر چیز یک تمایز ثابت در نسبت با هر چیز دیگر دارد. این چیزی نیست. این هر چیزی در نسبت با قانون با هر چیز دیگه این چیزی بیشتر از این نیستش. بنابراین در این بیان تنها خود مفهوم قانون هست که داره بیان میشه. اگر از این تحلیل تو بند 151 یک نتیجه رو میگیره و میگه جاذبه عام یا مفهوم محض قانون بدین وسیله ورای و در برابر قوانین متعین قرار میگیرد. ما قرار بود که این بشه وحدت قوانین متعین دیگه، ولی خودش انقدر نامتعینه که اصلا نمیتونه به اون تبدیل بشه. تا آنجایی که این مفهوم محض همچون ذات یا همچون درونی حقیقی محسوب می شود، خود متعین بودگی قوانین متعین به پدیدار یا حتی موجود محسوس تعلق دارد. یعنی این چی شد؟ بازی امر متعین شد، نامتعین شد، یه سری قوانین متعین داریم، این اصلا ذات اونها نمیتونه باشه. پس مسئله اینه که می‌خوایم به نحوی وحدت جهان محسوس رو بیان بکنیم، ولی تعدد قوانین رو داریم که نسبت اونها با قانون واحد نامتعین باقی میمونه. یا به تعبیر دیگه اینطور میتونیم بگیم قانون واحد چنان عمومیتی داره که مانع از اعمال اون بر مصادیق متعین است. هگل میاد بند 152 باز یه بیان دیگری از مفهوم قانون رو میاره که تو این بیان از مفهوم قانون گویی یک تمایز و یک تعیینی هم هست. میگه خب بین قانون جاذبه عام این مشکل رو داره که نسبت به تمایز نامتعین، ولی ما میتونیم یک ساحت دیگه از قانونمندی رو در نظر بگیریم که در این ساحت از قانونمندی نوعی تمایز وجود داره. کجا نیروهای الکترومغناطیسی خودشون تبدیل میکنن به چی؟ به الکتریسیته مثبت و منفی. میگه اینجا تمایزی داریم، میگه در خود مفهوم قانون یه تمایزی هست که الکتریسیته تبدیل میشه به الکتریسیته مثبت و منفی. که به تعبیر هگل اینجا دیگه تمایز
به خود قانون تعلق داره. یعنی در خود قانون الکتریسیته تبدیل شدن به الکتریسیته مثبت و منفی وجود داره. منتها اینجا هم بلافاصله با چالش مواجه میشه. این از کفایت لازم برخوردار نیست. میگه الکتریسیته در ذات خودش تمایز نیست. آقا تو مفهوم الکتریسیته که مثبت و منفی بودن نخوابیده که. و یا به تعبیر دیگر در ذات خودش ذات دوگانه الکتریسیته مثبت و منفی نیست. بنابراین عادت بر این است که بگوییم چون این قانونی دارد. یعنی خود این که الکتریسیته به عنوان مفهومی از قانون تبدیل به این دو تا میشه، این دیگه از مفهوم الکتریسیته در نمیاد. اینکه با چی میشناسه میگه عادت بر این، یعنی در واقع گویی که این از اون تعیین تجربیش در اومده، از خود مفهومش این در نمیاد. اینو داره میگه. یعنی مفهوم الکتریسیته نسبت به اینکه بخواد به الکتریسیته مثبت و منفی تبدیل بشه، یک امر چیه؟ لا اقتضا. بنابراین به تعبیر هگل در اینجا ضرورت یک واژه تو خالیه. بلافاصله به این سوال شما جواب میده. این جمله رو میگه نیرو باید خودش را دوگانه سازد، زیرا باید چنین کند. یعنی دلیلی برای این نداره که چرا الکتریسیته به الکتریسیته‌های مثبت و منفی میشکنه. بنابراین این تمایز، یعنی تمایز الکتریسیته به الکتریسیته مثبت و منفی از حیث مفهومی برای نیرو ضروری نیست. یا به تعبیر دیگه مفهوم این نیرو نسبت به وجود این نیرو، این تعبیر هگل بی تفاوت. پس ویژگی خاص این نیرو یعنی شکستنش به قطب‌های مثبت و منفی براش ضروری نیست. پس در خود مفهوم قانون ضرورتی نهفته نیست. پس یک بی‌تفاوتی داریم تو قانون الکتریسیته بین مفهوم قانون و وجود قانون. منتها هگل برای توضیح بیشتر میاد یه مثال دیگه میزنه. اینجا البته از خود نوتیشن ها استفاده نمی‌کنه که اگر آقای توضیح آقای مصطفی درست باشه دلیلی براش داره. این شما در نظر بگیرید x مساوی است با vt یا x مساوی است با 1/2 آتی دوم داریم نسبت بین سرعت و مسافت و زمان سپری شده برقرار می‌کنه. ببینید این مسافت، سرعت و زمان هیچ یک از این مفاهیم از دل اون دیگری استخراج نمیشه و خود این مفاهیم هم بی‌تفاوت هستند. بنابراین یا کلی نسبت به تقسیم و تمایز بی‌تفاوت است یا اجزای قانون نسبت به هم بی‌تفاوت هستند. این مسئله است. منتها انتقاد هگل به مفهوم قانون اینجا متوقف میشه؟ نه، این انتقاد دیگر رو هم مطرح میکنه. این رو میگم باقی روایت رو ان شاء الله میذارم برای جلسه آینده. یه چیز دیگه که هگل مطرح میکنه اینه که ببینید ما این قانون رو به عنوان چی آوردیم؟ به عنوان ذات پدیده ها دیگه، به عنوان توضیح چرایی پدیده ها. یعنی اینها قرار بود که این جهان پدیداری رو برای ما تبیین بکنن، برای ما توضیح بدن. ببخشید تبیین بکنن. ولی اتفاقی داره میفته این هست که این قوانین به جای تبیین و بیان توضیح چرایی صرفاً ماهیت توصیفی داره. در واقع به تعبیر هگل قانون رو باید به عنوان گران محسوب بکنیم. در حالی که اینجا با اتفاقی که داره میفته این است قانون بیش از این که چرایی رو بخواد برای ما توضیح بده تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به توصیف این پدیده میشه. نمیگه که آقا چرا چون این پدیده وجود داره، صرفاً داره این پدیده رو در قالب یک بیان واحدی توصیف میکنه. پس قانونی که قرار بود ذات این جهان پدیداری باشه و چرایی ظهور این جهان پدیداری رو در این قالب و در این شکل توضیح بده، قانونی که قرار بود برای ما جهان رو تبیین بکنه، برای ما تبدیل به چی شد؟ برای ما تبدیل به توصیف شد. و این رو هگل در بند 155 بیان میکنه. خب ان شاء الله باقی این بند، یعنی باقی مسئله این باقیش رو جلسه آینده بیان میکنم، یعنی بحث نیرو فاهمه رو. و بعد بخش اول در واقع خودآگاهی که عنوانش از حقیقت یقین به خویشتن، اون رو هم جلسه بعد خدمت شما میگم. و بعد از اون جلسه دیگه وارد بحث خاطره‌آورده میشم. یه دو جلسه رو در مورد خاطره‌آورده و در واقع موقع بعدی که رواقیگری باشه بحث میکنم. دو جلسه رو هم اختصاص میدم به شکاکیت و آگاهی ناخوشنود. می‌خواستم در مورد پدیدارشناسی بیشتر صحبت بکنم چون الان شاید داشت که بیشتر صحبت بکنیم. اون تو از اونجایی که نمیخوام در واقع کل بحث ما در مورد فلسفه نظری هگل معطوف به پدیدارشناسی بشه، یک جلسه بعد از اون به جنبندی بحث پدیدارشناسی سپری خواهم کرد و سعی می‌کنم 4 جلسه هم در مورد علم منطق صحبت اجمالی داشته باشیم که به هر حال بخش از عمده از اون وعده‌ای که در ابتدای ترم برنامه داده بودیم رو بتونیم محقق بکنیم. بفرمایید در خدمت شما هستم. که قانون برای توضیح بده که چرا این پدیدار هست، چرایی ناظرش علت نه اصلا مهم نیست. ببین شما میگید چرا این هست، مثلا میگیم علتش اینه که یعنی شما وقتی میخواید پدیده رو بیان بکنید و تبیین بکنید باید چرایی اون پدیده رو بیان بکنید. اصلا مهم نیست علت قایی یا علت سوریه، باید ببینید دلیل ظهور اون پدیده بیان بشه. خب میگه قانون چراییشو نشون نمیده، فقط یه توصیف عام‌تری ازش به ما داره میده. یعنی ادعاش اینه، یعنی قانون به جای اینکه به مثابه گران جهان رو تبیین بکنه صرفا داره چیکار میکنه؟ جهان رو توصیف میکنه. این ادعایی که داره مطرح میکنه. خب اگر فرمایش ندارید که ان شاء الله بله امر مشترکی که توی صدا مورد اومدیم همش بین ابسولوت یا امر حقیقیه که ببینید امر مشترک این سه موقف این هست. اینو هگل اتفاقا در ابتدای موضع بندی میگه. امر مشترک در تمام این سه موقف این است که حقیقت و ذات رو باید در جانب اوبژه قرار بدیم و سوژه در مواجهه با جهان از حقیقت و ذاتی برخوردار نیست. این امر مشترکه. در حالی که در موضع خودآگاهی حقیقت و ذات در جانب چی قرار میگیره؟ سوژه قرار میگیره. پس ببینید این رو هم بگم، حالا یه تصویر کلی از پدیدارشناسی گرچه قبلا فکر کنم که اینو اشاره کردم. وقتی در ساعت آگاهی هستیم حقیقت در جانب امر ابجکتیو
وقتی به خودآگاهی منتقل میشیم میریم سوژه رو و البته دقت کنید این چیزی که هگل داره میگه سوژه غیر از سوژه کانتیه. این سوژه‌ای که داره اینجا تحلیل میشه سوژه در جهان اجتماعی خودش است. یعنی ما سوژه رو در جهان اجتماعیش تحلیل میکنیم، بعد از اون در موقف عقل و در واقع دین و روح، عقل و روح و دین داریم نسبت متضاعف سوژه و ابژه رو تحلیل میکنیم. به این معنا که متوجه میشیم اون جهانی که در پیش ما قرار داشت و این رو ابتداً به عنوان جهان مستقل در نظر می‌گرفتیم و بعد متوجه شدیم که از این جهان مستقل باید منتقل بشیم به جهان سوبژکتیو، خودش حقیقتاً یک حیث مفهومی و سوبژکتیو داره. منتها حیث مفهومی و سوبژکتیوش رو نباید در دادگی حسی در نظر گرفت. اون حیث سوبژکتیو از طریق یک تأمل عقلانی بر ما آشکار میشه. این ادعایی است که هگل مطرح می‌کنه و البته او رو برای ادعای ایدئالیستی قبلی قرار میده. یعنی ایدئالیسم برای هگل اگه بخوایم معنیش رو بیان بکنیم، برای قبلی‌ها ایدئالیسم معناش این هستش که قوام ابژه به سوژه است، در حالی که ایدئالیسم برای هگل این هستش که حقیقت امر ابژکتیو رو باید از طریق یک تأمل عقلانی کشف کنیم. ایدئالیسم بشه ایدئالیسم ارسطویی که این توی موقف سوم به بعد کتاب، یعنی سوم بخش یعنی موقف سوم که حالا تیتر کلی نداره اینجا داره بیان میشه. یه تم کلی رو در ابسولوت میگه که همونجا به عنوان این موضوع خاص میگه تک تک این موضوعا روشن چطور ترسیده باشه. آره منتها ببین این رو باید حالا تو جنبندی واسه پدیدارشناسی بگیم. مسئله اصلی این هست که ما با یک تجربه چی مواجهیم؟ با یک تجربه آگاهی مواجهیم و در این تجربه آگاهی تصورات مختلفی از سوژه داریم و تصورات مختلفی از ابژه داریم. تحلیلی که هگل میکنه این هست برای اینکه بخواد آگاهی تحقق پیدا بکنه، این که گفتم این یعنی یه چیزی تو این بحث ما گم شده، اونم این هستش که گفتیم همونطور که کانت شرط امکان ابژه رو در خودآگاهی قرار میداد، هگل همینجا داره از شرط امکان آگاهی صحبت میکنه. ولی برای هگل شرط در واقع امکان آگاهی امر مطلق است. در واقع هگل داره این رو بیان میکنه: اگر یک سوژه ایدئالی در جهان به مثابه امر مطلق تحقق نداشته باشه، هیچ وقت آگاهی تحقق پیدا نخواهد کرد. و تمام این مواقف قبلی آگاهی که به نحو دیالکتیکی رفع میشن و در موقف بعدی حفظ میشن، در نهایت باید در تجربه اون امر مطلق حفظ بشن. اون امر مطلق حیث ابژکتیوش اون در واقع ابژه ایدئالی هستش که حالا هگل اسمش میذاره امر مطلق. به این معنا کل این جزء